ساخت اولین پهپاد رادارگریز افغانستان توسط جوانان افغانستان. بریم ویدیو رو ببینیم. دمشون گرم، واقعا عالی. اگه دولت افغانستان به جوانان فرصت بده، این جوانان افغانستان هر چی که نیاز باشه برای دفاع، برای حمله، جوانان میسازن، چون این توانایی رو دارن، این علمو دارن. چون پهپاد یه چیزی که خب ایران هم داره میسازه، خب چرا افغانستان نداشته باشه؟ و واقعا این ویدیو رو بفرستیم برای اونایی که میگن افغانستان هیچی نداره. افغانستان همه چیز داره، فقط متاسفانه دیده نمیشه، فقط فرصت داده نمیشه به جوانان افغانستان. این ویدیو رو بفرستیم برای دوستاتون.